میخوایم یاد بگیریم یه دونه نشان کتاب درست کنیم. با توجه به ابعاد کتابمون یه اندازه‌گیری انجام میدیم که من 7 الی 8 سانتو در نظر گرفتم. یه مربع تشکیل دادم، روی نمد اندازه‌گیریاشو انجام بدم و حالا دارم طرحمو میکشم که شما میتونید از همه روش‌های انتقال طرح استفاده کنید یا یه طرحو به دلخواه و نظر خودتون روی نمدتون بکشید و این طرحو من با خودکار حرارتی کشیدم. رنگ نخامو انتخاب میکنم و شروع میکنم به ساتن دوزی یا همون توپر دوزی خودمون. خیلی راحت تمام اون شکلایی که کشیدم و با رنگ دلخواه هم پر میکنم و بعد شروع میکنم برای گلبرگم رگ برگ کشیدن و شهد گلم رو با منجوق پر میکنم و بعد هم با رنگ سبز دلخواه هم شروع میکنم یه برگ رو به صورت خیلی ساده میدوزم. بعدش چند تا شاخه اضافه میکنم به این صورتی که دارید میبینید و با استفاده از منجوق سر هر کدوم از این شاخه ها رو یه دونه گل میزنم. بعد با چسب E8000 یه نوار کنفی رو روی یکی از